وزیر خارجه ایران در سفرش به کابل اطمینان داد که کشورش در زمینه مبارزه با تروریسم و مواد مخدر با حکومت افغانستان مشترکاً کار خواهد کرد. جواد ظریف پس از ملاقات با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در کابل گفت تهران و کابل زمینه‌های زیادی برای همکاری دارند. در حوزه‌های سلبی ما نیاز داریم برای مقابله با ترور، برای مقابله با خشونت، برای مقابله با مواد مخدر، برای مقابله با قاچاق انسان، برای مقابله با تأمین مالی تروریسم، چه از طریق مواد مخدر چه از طریق پولهای کثیف همکاری بکنیم و این همکاری به نفع مردم ایران و به نفع مردم افغانستان و به نفع منطقه و جهان خواهد بود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که ایران بارها از سوی برخی مقامات افغان به حمایت و تجهیز طالبان مسلح متهم شده است، اما وزیر خارجه ایران می گوید که در جلوگیری از تهدیدات تروریسم باید همکاری مشترک صورت گیرد. وزرای خارجه افغانستان و ایران بر علاوه تاکید بر مبارزه مشترک کشورهای اسلامی و سازمانهای جهان اسلام بر ضد افراطگرایی، روی گسترش روابط و همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی میان دو کشور نیز تاکید کرد. آقای ظریف در این سفرش بر علاوه وزیر امور خارجه با رئیس جمهور، رئیس اجرایی و مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان نیز ملاقات خواهد کرد.